سلام بچه من شروع میکنم. من شروع میکنم علی. باشه تو شروع کن. سلام بچه نه سب کن دوباره بود. من نفتی تو شروع میکنه علی. خب برو دیگه برو تو شروع کن. سلام بچه خوبی چطوری؟ امروز میخوام مربع تست کنیم. آره امروز با تست مربع اومدیم. شو عزیزم. این روسیه نداره هویج این چیه؟ مربع بهه میگه روسا ندارن. این داره اما میخوام این ارمنیا. حالا بعد تست میکنیم با هم دیگه. این ارمنیا خریدی این میخوام تست کنیم. این جمه و این جمه. ببینید این مربع هویجه که تا حالا نخورده، یعنی نمیدونه اصلا هویج خیلی قشنگه این رنگیه. آره خوشگله نارنجیه. این مربع هویج تا حالا نخورده بود، میگه اصلا تعجب کرده بود دیده بود مربع سبزیجات داخل با سبزی میگه مربع درست میکنه شما نخورده بود تا حالا این بار میخواد بر اولین بار تست کنه. تو هویج خوردی؟ آره خوردم. خوشمزه؟ بد نیست. یه مربع به هم هست، به هم گفتی نخورده قبلا. این نه این تا نخوردم. مربع به دیگه با یه مربع دیگه است. خیلی بدمزه است اما مربع نخوردم. خود میراش دوست نداره میگه بهو دوست نداره. این تلخه، مزه تلخه. خشکی یه جوری. خشکی تلخه. این مربع هم مربع بالنگه که اصلا نمیدونه چیه. تو خوردی اینا اصلا؟ نه نخوردم. اینا فکر کنم خیلی وقت پیش خوردم. حالا همه رو تست میکنیم. مثل لیمو؟ حالا بعد تست میکنم بهت میگم چجوریه. سیترون. من خودم میگم خیلی وقت پیش فقط مرباشو خوردم، خود میوه‌شو نخوردم. در ادامه این دوتا رو میخوام با هم دیگه مقایسه کنیم. ببین من روی این دوتا خیلی حرف دارم. خیلی دوست دارم. مربع توت فرنگی خارجی نمیدونم چرا مربع توت فرنگی ایرانی خیلی بده. من پیروگ درست کردم ولی خیلی. آره ویکی همیشه کروسان درست میکنه یا پیروگ درست میکنه باش. با مربع ایرانی هر وقت درست میکنه من نمیتونم بخورم، ولی مربع خارجیش خیلی خوبه، یا ارمنی یا روسی. خیلی خوشمزه. یه حالت ژله‌ای داره. درست کردم تو خیلی. آره با مربع خارجی درست کرد خیلی خوب شده بود. آره میگم مربع خارجی بیشتر شبیه ژله است، خیلی فرم خوبی دارن. شبیه ژله است من خیلی دوست دارم اما نداره. مربع ایرانی نمیدونم چرا اینجوری یهو مثلا یه توپ فرنگی بزرگ توشه. ایرانی نداره. نمیدونم چرا. مردم خیلی دوست داره این جمع این مثل مثلا هتل خارجی اکثرا مربعایی که میذارن مثلا خیلی خوش رنگه، بعد مثلا یه رنگ خیلی خوشگلی داره، بعد حالت ژله هم هست میذارش خیلی قشنگ و خوشمزه‌اش میخوره. ولی ایرانی‌ها رو که میبینم مثلا مربع توت فرنگی یه قاشق برمی‌داری میبینی یه توت فرنگی بزرگ اومد تو قاشق. یه توت فرنگی گنده انقدی. این بادام زمینی بنده است تو نون بعد توت فرنگی خیلی بده. این ژل خیلی خوشگله. ویکی قبول داره اینا. مثلا میگه من کره بادام زمینی زیاد دوست ندارم با مربع، ولی ویکی میخوره. میگه مثلا کره بادام زمینی وقتی که میذاره کره بادام زمینی ایران بعد مربع که میزنه یه بزرگی هم میفته روش خیلی بدجور میشه، مثلا یه دونه توت فرنگی بزرگ میاد رو نونه. من دوست ندارم این بادام زمینی اما ایران خیلی خوشمزه. کره بادام زمینی آره کره بادام زمینی ایران میگه خیلی خوبه. عشق. خب بریم تست کنیم ویکی؟ بریم. خب با کدوم شروع کنیم اول؟ بریم اینه. این چیه؟ اول این چیه؟ سیاه چی میگه این چی توش؟ این چیه بهه؟ یه چیز سیاه رنگه؟ سوس توش نیست؟ جدی سوس توش نیست؟ یه چیز سیاه توشه شاید یه چیزی از خود میبشه. بازش کن. نه حالا تایی ژله‌ای بوش بد نیست، بوش خوبه. بوش نکنید تا ببینم مشخصه تو ویدیو. خب چایی هم من گذاشتی چون هیچ چیز شیرین رو بدون چای من نمیتونم بخورم. خب اول تو تست میکنیم ها. من این مثل ژله. آره مثل ژله ماننده. نخورده مثلا. نه خوبه. چیه؟ مثل جمع بادی. یه دونه بزرگ توشه؟ راست میگه یه دونه تیکه بزرگ میوه یهو تو مربات پیدا میشه. خیلی هرس داره. آخه چرا آخه؟ مربع باید یه دست باشه عزیز من. شرکتایی که تولید میکنید مربع باید یه دست باشه. بیا بابا میخوره. خب بیا من یا تو تست کنیم. بیا تو تست کن اول. خیلی بزرگ نداره. چجوره؟
مزه عسل میده. آره مزه اصل. مثل عسله. آره مزه اصل. مربا به خیلی طعم عسل میده. مثلا اینکه عسل داره میخوره. آره. خیلی مزه عسل. خیلی مزه اصل. این بوی اصل. آره خیلی عسل نیستی؟ که من خوردم این بوی اصل. نه مرباست. مربا مزهش عین عسله. عسل لامصب عسل. واقعا مزهش این عسله. خوشمزه. خوشمزه. من فکر نمی‌کردم خوب باشه اینقدر. خب این خوب بود به. آره خیلی خوبه. این از اولیش. خب بعدیش هویج. هویج. حالا آخر سر مسابقه این دوتا. دوای. هویج نخوردی قبلش تو ایران نه؟ تا نگرفته بودم. نه هویج نخوردم. خب. نگرفت. هویج رو هم دوست داشته باشه. خیلی هویج دوست دارم ما باشه. بیا. طعم نوستالژی من داره. یکم نوستالژیکه. بد نیست اما خیلی خوب. نه طعمش بد نیست. من دوست داشتم. قدیما هم میخورم خیلی سال پیش. کم بوی بد. یاد مدرسه رفتم. بوی بد کم. صبح میرفتم مدرسه. یادم افتاد. خیلی وقت بود من مربا هویج نخورده بودم. خیلی وقت بود. چه ایرانی مربا و چی خوردی؟ مربا کره مربا. آره مثل نون سنگک، نون بربری. روسیه تو توست. نون سنگک خیلی دوست داری. نه روسیه توست. نون توست. خب سنگک ندارن. اگه روسا نون سنگک داشته باشن همه با نون سنگک میخورن. سنگک آره خوشمزه. سنگک دوست داره. سنگک کره و مربا خیلی خوشمزه. سنگک بهترین نونه. یعنی خارجی اگه بخورن یه بار سنگک دیگه طرف نونا خودشون نمیرن. آره این یخچالم. همیشه نون سنگک میگیری میزن تو یخچال. یکی بلافاصله که نزدیک تموم بشه بگه سنگک تموم شد. آره دیروز میان گفتم سنگک تموم شد. علاقه وحشتناکی به سنگک داره. ولی گفت ویکی الان شیشت صبح سنگک تموم شد. خب بیاریم بعدی. مربای بالنگ. این میخوام تست کنم. مربای بالنگ. دارم. خیلی. خب. اینم شبیه ژله است. تقریبا مربای بالنگ هم اینجور چیزا خوبن اینجور مربا که توش میوه بزرگ نیست یهو کلا طعم مربا رو عوض کنه. بیا. خیلی حرف میزنه. بخور خوشم از دست. چجوره؟ این خوبه اما میان لیمو میده. لیمو سیترون میان خیلی دوست مزه طعم لیمو میده. طعم پوست لیمو میده. پوست پرتقال. اما خیلی خوبه. اما میان دوست ندارم. منم دوست ندارم. آره من دوست ندارم سیترون لیمو این. منم دوست نداشتم. طعم تلخی لیمو رو میده. حالا یا این مربا اینجوریه یا کلا بالنگو اینجوریه. یه طعم تلخی داره. من خود میوه‌شو نخوردم هیچ وقت. در صورت ولی طعم خیلی تیزی داشت. دوست نداشتم. خب بریم سراغ آس کار. دن 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 دن. این دوتا این علی تمیزه. خیلی این جم بس که دوستان مربا رو اصلا قاشقش عوض کرد. اونا رو همه رو تو هم دیگه می‌زدیم ولی این نه. خب کدوم اول باز کنیم؟ اول ایرانی رو باز کنیم. دوای. خب این ایرانیه. این تلخی هست تو دهنم. تلخی بالنگه. دوای. یکم تلخ بود بالنگه. این مربا یکم تو دهنم. ببین نکن. مشکل من اینه. نکنید. این چیه؟ نه واقعا این چیه؟ آره. آخه یه دونه همینجوری گنده میده داخل. بنداز تو نونه. آره میخواد یه نونه یه دست کنید. یه تیکه جاش مثلا یه مقداری از نونه مثلا شیرین خیلی. یه مقدارش مثلا شیرین نیست. خیلی بد میشه مربا.
اما مثل جل اینجم خیلی خوبه کم. ما خیلی گشتیم دنبال مارمالاد، یعنی هر جا که میرفتیم پرسیدیم، حتی لوازم شیرینی فروشی‌ها. یه جایی که لوازم شیرینی فروشی‌ها یه مقداری بهمون داد که خیلی مسخره بود، انگار سس بود. بعد تو اینترنت جایی بود مارمالاد خونگی، سفارش دادیم، حالت به هم می‌خورد از این مارمالاد. بوی خیلی بده. تو یه ظرفی فرستاد، اول رنگش که تیره، وحشتناک تیره، بعد اصلا یه قاشقش هم نمیتونستی بخوری، خیلی بد بود. آره بو خیلی بده. بوش هم واقعا بد بود. حالا اصلا ما اینجا گیر نمی‌بردیم مارمالاد خوب. این مثل ترشه درست کرده. آره. بعد این بنداز تو. آره واقعا. بیا این تست کن. مربا ایرانی. نمیدونم. این توت فرنگی مزه توت فرنگی هم نمیده. شیرینگی مزه نداره. مزه شکر میده انگار. این بو نداره. این روسی خیلی بو خاص توت فرنگی. ایرانی خیلی غذاش خوبه. مزه خیلی خوبه. یه قلمش خوب نیست. غذا ایرانی خیلی خوبه. انصافا تمام غذاشون رو تست کردیم. ما ویکی هم قبول داره این نکته که غذا ایرانی واقعا خوشمزه است. ولی نمیدونم تو شیرینی‌جات چرا انقدر ضعیفن. مربا تو شیرینی‌ها خیلی ضعیفن. یعنی شما یه شکلات ایرانی پیدا نمی‌کنید که یکم طعمش درست حسابی باشه. آره. خب این یکی رو حالا باز کنیم. من چای بخورم. خب بریم سراغ این. راستی چقدر خریدی؟ نمیدونم. 150 تومان. 150 تومان؟ خیلی خوبم خریدش، بزرگه. این چند قیمتش؟ قیمت داره روی این 70 تومنه. این 70 تومن، 69 تومن. این 150 تومن. تقریبا یه قیمته دیگه، چون این دو برابر این تقریبا حجم داره. خب بازش کنیم چیه؟ ببین قشنگ عین ژل است. عین ژل. خوبه؟ خیلی خوبه. می‌بینی؟ عین ژل است دیگه. بیا تست کنیم. این مرباه. نکنید. نمیدونم چرا ایران یه لحظه صبر کن بیکی. فقط نگاه کنید. یه دونه شما توش می‌بینی؟ یه دونه فرزن بو؟ توش کو؟ آره بو توت فرنگی هست. توت فرنگی هم میده، راست میگه. هیچ بو نداره. ببین همش یه دسته. همش گوشته. می‌بینید؟ یه توت فرنگی بزرگ اینقدر یهو تو مربا پیدا نمیشه. اگه ایران مثل جل درست کرده، بعد تازه این چیز هم هست. مردم خریدی. آره این مربا هم هست. قبلا خیلی مردم دوست داره این مثل جمه. آره. نه. خب بیا تست کن. انصافاً منصفانه نمره ببین کدومش بهتره، این یا ایرانیه؟ ولی خیلی توت فرنگی دوست داره. خیلی خوشمزه است. کاش میتونستم به هر کدوم از شما که داره این ویدیو رو ببینه یه مقداری از این بهش میدادم تست کنه تا بفهمید چیه. بادام زمینی و این خیلی خوشمزه. بادام زمینی ایرانی میگه خوبه. من خوردم تو نخوردم. ولی انصافاً اگه هر کدوم از شما یه بار اینو بخوره دیگه سمت این مربا ایرانی نمیره. خیلی یعنی در مقابل این مربا آشغاله. این نه خیلی شیرینی، کم ترش هست، خوشمزه. آره بو چیزم میده واقعا، بو فرنگی هم میده، این بو شکر میده. این کم ترش خیلی خوشمزه. مزه ترش داره. مثل توت فرنگی. واقعی توت فرنگی. این واقعی توت فرنگی. این نمیدونم این بو قند سوخته میده انگار. البته یه چیزی هم بگم، خیلی از شرکت‌ها انصاف ندارن، یعنی زیاد به فکر مشتری نیستن. یه چیزی الان یادم افتاد در حالی که داریم ویدیو رو میگیریم، چند روز پیش یه شکلاتی گرفتیم من و ویکتوریا، یه بسته شکلات ویکی گرفت، اومد خونه شوکه شد، گفت این چرا اینجوریه، زیرش نگاه کرد خندش گرفت. بذار من نشونتون بدم یه لحظه. ببینید این شکلاتو گرفته بود، نکنید اسمش باراکا. اسمش باراکا. شکلاتش خوبه، دوست داره آره ویکی. من خیلی دوست داره این شکلات. ولی اینجا رو نکنید یه لحظه. قشنگ اینجا یه کاسه گذاشتیم پشت که چیکار کنه که اینجا از بیرون که میبینی پر به نظر برسه، یعنی بگی چقدر شکلات توشه. از این پشت یه کاسه گذاشته
که قشنگ کم فروشی کنه. یعنی اینجا قشنگ میاد خونه میان فکر کنم علی میبینه. آره 30% من دیدم اینو. بعد من بیکی چرا این چیزه؟ نه تو اول دیدی گفتی علی. تو دیدی. نمیدونم یادم نیست. علی تو دیدی. در هر صورت تو گفت من کشفش کردم. آره. البته تو این چیزا راست میگه. حواس من جمع‌تره تا بیکی شوته. تو شوته گفت جان قشنگ اینجا 30-40% کمتر شکلات تو جعبه گذاشته. می‌بینید این بعضی از شرکت‌ها این اخلاقو دارن. یعنی مطمئن باش شرکتایی که این چیزا تو ذهنشونه، حتی یه بستنیایی هم بود اگه یادتون باشه این بستنی لیتریا بیکی یه بار گرفته بود خندش گرفت. باز کرد 1 لیتری بود. در آورد دید نصفه. فکر کرد این سوپرمارکتیه نصفش کرد. گفت اینو دست زدم بهش. گفتم نه اینجا اینجوریه. از این وقتی که گرون شده دیگه هی کم میکنن از خود بستنی. چی میخوای بازش کنی؟ بده بازش کن. تمام شد. بیا. این شکلات باراکا. معروف باراکا. او همه خوردن باراکا. در صورت شکلاتش بیکی دوست داره ولی این خیلی زشت بود. قشنگ ما نمیدیدیم اونجایی که تو فروشگاه بود. قشنگ ما نمیدیدیم اینجا گذاشته بودش. ما فکر کردیم پره. من گفتم این میان اگه توت فرنگی میان خریدم میان گفت این توت فرنگی خوبه خوشمزه بد نیست. این بگو خیلی خوبه خیلی خوبه. بعد پایینشون بد بودن. بریم خونه این پایین خیلی بده. یکی این چیزا آشنایی نداره. اونجا گفت خیلی خوبه. آره گفتم اینجا اینجوریه متاسفانه. این چیه این؟ کپک زده بود. کپک داره خیلی بده. یه جایی من مزه خیلی بده شیرینی نیست بو نداره هیچ. این قضیه ما خیلی وقت پیشه. بعدش دیگه بیکی وارد شد. هر جا که میره توت فرنگی بخره زیرش نگاه میکنه قشنگ. اوایل نمیدونست که اینجا چه ترفندایی میزنن. بالا دیده بود توت فرنگیش خوبه ظاهرش گرفته بود. بعد اومدیم خونه دید پایینش تمام گندیده است. یعنی بالا رو فقط چیده بود. بعد من خیلی خسته شدم. بعد نخریدم این. آره ولی میگم الان دیگه بلده. الان میده هر جایی که توت فرنگی میبینه قشنگ از پایین نگاه میکنه میگه نه این پایینش خوب نیستن. مچشون دیگه یاد گرفت. دیگه میگه اخلاق دستش اومده. اما مانگو خیلی خوبه اینجا. این روسیه مانگو نداره. انبه. انبه روسیه نداره. اینجا خیلی خیلی خوشمزه. پاکستانی نه داره. پاکستانی انبه خیلی خوشمزه. آره پاکستان الان فصلش دیگه تابستون فصل انبه است. روسیه مردم خیلی انبه دوست داره. اما روسیه انبه نداره. داره اما سبز رنگی میدونی؟ کالا. آره خوب نیست. شیرینی نیست. نه ایران چون که نزدیک چیز نزدیک پاکستان این براش میاد از این طرف. اینجا سفت نیست. خیلی خوبه مزه خوبه شیرینی. انبه ایران به نسبت خوبه. خب بچه اینم از تست چند تا از مربا. به نظر حالا کدومش بهتر از همه بود؟ این بین هویچ و این ایرانیه. بین هویچ و بالنگ و یک و 10 چی بود؟ از 1 تا 10. 1 بالنگ هویچ و تو چی؟ نه اول تو بگو بعد من میگم. بین هویچ شماره 1 اینه. شماره 2 نه اینا رو حساب نکن. آره این تو شماره حساب نکن. سکو دوباره از اول. نه تو تنگه حساب نکن. شماره 1 اینه. tak شماره 2 اینه. شماره 3 اینه. یعنی هویچ از همه بدتر بود برای تو؟ میان بو دوست نداره. اینجا دوربین اینجا مشخص باشه. اولیش رو میگه ب. آره ب خیلی خوبه. دومیش رو میگه بالنگ. سومیش رو میگه هویچ. خب بچه‌ها اینم از ویدیو مربا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. امیدوارم هر جا که هستید شاد و خوشحال و دلم خوش باشه. دلتون خوش باشه. دلم خوش باشه بیکی. هیچ از اینا. خداحافظ.